نه برادر عزیز، وقتی که زن دوم میگیری دانستن و رازیگی زن اول شرط نیست. اگر وای خبردار شود قیامت برپا می شود. پیغمبر بزرگوارون چوب از بین دو تا کردن و در اون یعنی قبرهای او دو شخصیت خلانیدن یعنی پیش کردن. برادر عزیز درباره راستا یعنی راستا مردمی خودمان چخت پیشاب کردن میگویند. البته اکثر این کلمه لک لفظ افغانی بوده، شاید 1000 میشده باشه، شاید میلیون میشده باشه. لک یعنی وقتی شما نماز خوانده بعد از نماز به خاطرتون زد که یعنی طهارت نداشته، اگر امام باشه شما وقتی قسم دروغی میخوری برادر عزیز گناهگار میشه. این گناه است، انسان نباید قسم بخوره. اینجا برادر عزیز سوال کرده که السلام علیکم دام الله، التماس جواب تین. وقتی زن دوم میگیرید زن اول دانستنش شرط است یا نه؟ نه برادر عزیز، وقتی که زن دوم میگیری دانستن و رازیگی زن اول شرط نیست. اگر وای خبردار شود قیامت برپا می شود، جنجال سر می شود برادر عزیز. به همین خاطر شرط نیست که یعنی زن اول دانه که شما زنگیر است، دانستنش یا اینکه رازیگیش، فقط اینجا عدالت شرطه. عدالت هر دی اونها را یعنی یک رنگ یک نوع نگاه کردن، یعنی عدل کردن شرطه در حالتی یعنی زنها، ولی رازیگی زن اول یا اینکه دانستن شرط نیست برادر عزیز. جا برادر عزیز سوال کرده که سلام علیکم استاد عزیز، یک سوال دارم درباره راستا پیشاب کردن یگان چی میگفتید؟ خدا از شما راضی باشد. برادر عزیز درباره راستا یعنی راستا مردمی خودمان چخت پیشاب کردن میگویند. البته اکثر از علمای دین این عمل حرام میدونند، این عمل نادرست است. اگرچه یک روایت آمده است که والله اعلم حدیث بخاری باشه که جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم را دیدن که یعنی راستا پیشاب کرده است، شاید یگان حالت عذر حضرت بود. اما در ضد در مقابل این حدیث با حدیث ها از حضرت عایشه مادرمون هست، از حضرت عمر است که حضرت عایشه مادر گفتن که جناب پیغمبر هر انسان گویا که جناب پیغمبر راستا یعنی چخت پیشاب کرده است وی را باور نکنه. گفتن حضرت عایشه چون که جناب پیغمبر هرگز این کار نکرده است نمیکنه. از حضرت عمر رضی الله تعالی عنه هم این چنین روایت است که یعنی جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم نهی داشتن از پیشاب کردن راستا، این حرام است. در روایت است که جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتن که همه عذاب قبر برای همون انسانی هست که از یعنی چیلچه های پیشاب خود را نگه نمیداره. روایتی هست که به قبرستان میگذشتن یعنی صاحب دو قبر در عذاب بودن، جناب پیغمبر امر کردن براشون کمی یعنی چوبی تر آوردن. پیغمبر بزرگوارون چوب از بین دو تا کردن و در اون یعنی قبرهای او دو شخصیت خلانیدن یعنی پیش کردن، رس کردن. بعد از اون گفتن که تا وقتی که این چوب ها یعنی سبز هستن ذکر میگویند، از خداوند امید دارم که عذاب اینها سبک کرده می شود. بعد از اون حضرت گفتن که اینها از روی گناهی کلان نه بلکه از روی گناهی میده عذاب شده استودن. گناهیتش گفتن این است که سخنچینی داشت، یعنی خبر یک کس به جای دیگر می برد. گناه دیگرش این بود که از پیشاب خودداری نمیکرد، یعنی از پیشاب خودش را نگه نمیکرد، یعنی هم چیلچه های پیشاب در پاچه ها و در بدنش می رسیدن. البته راستا پیشاب کردن اکثر علما با اتفاق هستند که یعنی حرام است، نادرست است. چون که وقتی انسان راستا پیشاب کنه البته چیلچه هاش در لباس های وی می رسند و لباس هاش بینماز میشن. برادر عزیز سوال کرده السلام علیکم برادر، یک سوال دارم التماس جواب میدادید. اگر نافهمیده نماز جماعت خواندیم بعد ادای نماز فهمیدیم که وضو نداشتم، نماز ما چی می شود؟ قضا خوانیم یا نه؟ التماس خب ما چی توصیه می دهید؟ الله نگهبانتون باشه، سلامت باشه برادر عزیز. اکنون وقت شما نماز خوانده بعد از نماز به خاطرتون زد که یعنی طهارت نداشته، اگر امام باشی، اگر انسان یک طهارت نداشت امام باشه تمام جماعت در کلش یعنی واجب است که از سر نمازهاش نخوانند. اگر وقت باشه وقتی میخوانند، اما اگر قضا شده باشه قضایی باید خوانند. اما اگر شما خودتون قوم باشه و در جماعت اقتدا کرده نماز خوانده
فقط شما خودتون تنها وقتی بعد از نماز بیاتون زد که طهارت نداشته، خودتون تنها بعد از یعنی بیاتون زدن طهارت میکنه و نمازتون اگر وقت باشه وقتی میخونه، اگر وقت نباشه قضایی میخونه، نماز جماعت درست شده است. اما اگر شما امام باشه نمازی همه درست نشده است، همه باید نمازهایشون را از سر خوانند. برادر عزیز، خب اینجا برادر یک سوال کرده. سلام علیکم دوملای عزیز، سوال دارم و التماس به سوال من جواب دهید. سوال ما چنین می باشد: خب بعضی آدمان خب بعد از خوراک خوردن چنین کلمه را استفاده می برند، لک شکر، یک لک شکر می گویند. مگر این درست است؟ خب برای جواب یک جهان تشکر. برای جواب یک جهان تشکر. اکنون برادر عزیز، این کلمه لک لفظ افغانی بوده، شاید 1000 می شده باشه، شاید میلیون می شده باشه. لک یعنی به عدد شکر برای تو ای پروردگار. البته را ضرر نداره. مثلا اگه انسان بگه که 1000 بار شکر یا به حساب شکر ای پروردگار گویا، این جمله ها را یعنی استفاده بردن ضرر نداره، درست است در شریعت. برادر عزیز بزرگوار، اینجا برادری از سوال کرده که السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دوملای عزیز، من یک سوال دارم، التماس جواب دهید. ما یک گروه بچه ها در شهر سنت پترزبورگ کار میکنیم. خب بچه های ما یک چند تاش قریب هر شب زنا می روند. خب گاه شب از من سوم میپرسند برای زنا. من قسم میخورم به نام خدا ندارم، اما دارم، نمیتیم. آیا من گناهکار میشوم؟ التماس خب التماس من جوابش رو انتظارم. دوملا جان، اکنون برادر عزیز شما قسم نخورید. وقتی اونها یعنی گناه میروند، یعنی زنا کنی میروند، کاری فحش و فاحشه میروند، شما قسم نخورده برای اونها گویه که من دارم اما نمیتیم برای شما. چون که وقتی انسان قسم دروغی خوره برای وی حانیس میشود، در او کفارت واجب است، باید 10 نفر طعام ده. وقتی انسان یک قسم دروغی میخوره یعنی قسم میخوره قسمش دروغ است، یا اینکه قسم میخوره فلان کارا میکنم وقتی نکرد براش کفارت واجب میشد که 10 نفر طعام ده. البته شما وقتی قسم دروغی میخوری برادر از گناهگار میشه، این گناه است، انسان نباید قسم خوره. اونها را آشکار گویه، انسان های فاسق و انسان های زناگر که یعنی من سوم دارم برای شما نمیدیم. قسم نخوری برادر عزیز. البته قسم دروغ خوردن این گناه است. خداوند بازیچه نیست که در هر چیزی به نام خدا قسم خوره انسان.